آغاز همه سخن سلام است، زیرا که سلام این احترام است. باز محمد و برفی هستم، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام سیف الله عبدالله شهر خاروخ. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینات یکم، یعنی خواندن و ایجاد کردن آثار ادبیات کلاسیک تاجیک برآمد می نمایم و می خواهم برآمدم را با غزل عبدالقادر بیدل سر نمایم. هر شب بگویم که فردا ترک این سودا کنم، باز چون فردا شود امروز را فردا کنم. چون مرا سودایت از روز نخستین در سر است، پس همان بهتر که آخر سر در این سودا کنم. ای خوشا که از بیخودی ها سر نهم بر پای او، بعد از آن شرم نتوانم که سر بالا کنم. ای که میگوی دل گم گشته خود را بجه، من که خود گم گشتم او را کجا پیدا کنم. عاشقی مستم هلاله، مجلس رندان کجاست، تا که جان و دل فدای ساقی زیبا کنم. چند غزل از یاد کردید؟ من زیاده از 93 غزل از یاد نمودم. از رو دیگه سعی بکنید. آمد بهار خورم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نصحت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدینگه شود جوان، نیکی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشکر بکرد، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. روایات عمر خیام را حتی با زبان‌های روسی و انگلیسی نیز مطالعه نمودم. اگر اجازت باشد بهرتان قرائت می نمایم. فقط به زبان تاجیکی قرائت کنید. گر یک نفس از زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. زنهار که سرمایه این ملک جهان، عمر است و بدانسان گذرانی گذرد. یگون حکایت رو از زمین بهارستان نقل کنید. رز حاتم تای یعنی وقتی که به صحرا می براید، می بیند که در حاتم تای یعنی همه حیوانات خود عموما یعنی همگان به مهمانی حاتم تای می آیند، ولی یعنی یک درویش شخص به مهمانی حاتم تای نمی رود و چون حاتم تای یعنی او را می بیند میگه که چرا تو به مهمانی حاتم تای نمی روی، یعنی همگان در آنجا جمع شدند و یعنی در جواب چنین میگوید که هر کی نان از عملی خویش خورد منت از حاتم تای نبرد. پارچه کدام داستان رو برای ما پیشنهاد کرده میتونید؟ پارچه از داستان کاوه و ضحاک از ابوالقاسم فردوسی. خب مرحبا. یکی مرد بود اندران روزگار، ز دشت سوارانی نیزه‌گذار. گرامایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد. که مرداس نام گرامایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. پسر بود مرام پاک دین رایه که، کش از مهر بهره نبرد اندکه. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. چونین بود که ابلیس روز پگاه، بیامد بسانی یکی نیک خواه. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوانگوش رفتار او را سپرد. یک حکایت بشنوی زیبا رفیق، تا بدانی شرط این بحر عمیق. بود بازرگانی که را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را از خود، گفت بحر تو چه آیم گوی زود. هر یکی از وی مراد خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفتشان طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. بر شما کرد ای سلام و داد خواست، و شما چاره ره و ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاه بر درخت. ماهی که نهاده دوره، ماهی که نهاده دور ایام، از گردش زلف لیلیش نام. ماهی که ز توره دانست، آزادی و دیگرش روانست. برخیز که گم کنیم راه را، چون باد نخیم رو به صحرا. باشه پذیر چرخ دعوار، جایی که تهی بود ز اغیار. نه دست به ما رسد نه دشمن، من باشم و تو باشی و من. شاگرد نثر کلاسیکی روایتی کدام اثرها رو مطالعه کردید؟ یعنی از نثر روایتی من جامع الحکایات، حکایه ها از جامع الحکایات، این چونین دیگر یعنی 4 درویش را مطالعه نمودم. اینجا کلیله و دیمنه است، یادگاری زریران است. بله آنها را نیز مطالعه نمودم. قابوس نامه است.
من قرزابک و آمینه خواننده صنف نوع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 و نام سیف الله عبدالله می باشم. در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. از روی نمینات خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک می نمایم. آفرین. چقدر غزل خواندی؟ زیاده چقدر قصیده کنی؟ زیاده از 70 غزل زیاد نمودم. از دیگر نپایی و چی؟ روبایی چقدر؟ ربایی 60 ربایی از یاد کردم، پارچه ها از داستان از یاد کردم، قصیده از یاد کردم و باز قطعه ها و اقتباس های زیادی از یاد کردم. از حافظ شیرازی گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانه، گفت معذورم بدار، خانه پرورده چه تا بارد دلی چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنین را چه غم، گرزخار و خاره سازد بستر و بالین غریب. دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن، در کوی او غریبی بر خسروی رسیدن. از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن، از دوستان جانی مشکل توان بریدم. خواهم شدم به بوستان چون غنچه با دلی تنگ، وانجا به نیکنامی پیراهن دریدن. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر افسون افسانه است و افسون، نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزه توقع کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. خب از کدام شاعر غزل از یاد میدانید؟ از کدام دل خواهتان؟ یک غزل کامل از یاد گیرید برای ما کافی است. از ثنای غزنوی. ساقیا دانی که مخموریم در ده جام را، ساعت آرام ده این ملک به آرام را. میر مجلس چون تو باشی با جمالت در نگر، خام درد پخته را و پخته درد خام را. قیل و قالی بایزید و شبلی و چرخی چه بود، کاری خیش دان اندر نور ایام را. غریب و عاشقم بر من نظر کن، بر روی عاشقان یک شب گذر کن. ببین آن روی زرد و چشمگیران، ز بدحدی دل خود را خبر کن. تو را رخصت که داد ای مهر پرور، که جانی عاشقان زیر و زبر کن. نه بس کار است کشتن عاشقان را، برو فرمان بر او کاری دیگر کن. سنایی رفت و با خود برد هجران، تو نامش عاشقی خسته جگر کن. از قصیده چند بیت از یاد کردید؟ قصیده از کدام شاعران؟ از ابا عبدالله رودکی و ناصر خسرو. کنی از ناصر خسرو کدام قصیده از یاد در این کردید؟ زندان حریف چند با توست، که از این یاران جدایی باید جست. یکی بخل و دوم خشم و سوم آز، چهارم مکر و پنجم شهوت و ناز. ششم کبر و حسد هر 7 یارت، که از این یاران خلل بگرفت کارت. از اینها بگذر و یاری دیگر جو، رفیقانی بزرگ و نامور جو. تواضع پس کرم آنگه قناعت، که مازاری و پس پرهیز و طاعت. گلستان خواندید؟ کوه ها از گلستان خواندم. کی مؤلفش گلستان؟ سعدی شیرازی. از همین نثر کلاسیکی کدام خوندی؟ نثر کلاسیکی یعنی از اینها شعره که مطالعه کردم، درخت اسور، یادگار زریران، کوه ها از قابوسنامه. زیاده از 50 ربایی از یاد کردم. از کدام شاعران از یاد کردید؟ ربایی از ابا عبدالله رودکی، از بابا طاهر اوریان. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. قطعه از ابا عبدالله رودکی. هیچ شادی نیست اندر این جهان، بدتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست از دل تلختر، از فراق دوستان پرهنر. پاچاه پسر به مکتب داد، لفی سمینش بر کنار نهاد. بر سر لفی نوشته به زر جبر استاد به زمیر پدر. این مال کی است؟ مال سعدی شیرازی از گلستان. حکایت ها از مثنوی مهنوی از یاد کردم. بازرگان و طوطی.
اجازت باشد فرمایید. یک حکایت بشنوی زیبا رفیق تا بدانی شرط این بحری عمیق. بود بازرگان او را توته در قفس محبوس زیبا توته. چون که بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود گفت بحری تو چه آرامگوی زود. هر یکی از وی مراد خاص کرد جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان. گفتشان توتی که آنجا توتیان چون ببینی کنز حال من بیان. کان فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در ابز ماست. بر شما کرد او سلام و داد خواست و از شما چاره رهی ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق جانده هم اینجا بمیرم در عراق. این روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبزگاه بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در بوستان. یاد آرد ای مهان زن مرغزار یک صبوحی در میانی مرغزار. قصه توتی جان زنسان بود که کسی که مرهمی مرغان بود. باز می گردیم از این ای دوستان سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت آن پیام که رساند سوی جسم از وی سلام. چون که تا اقصای هندوستان رسید در بیابان توتی چنده بدید. مرهم استانید و پس آواز داد آن سلام و آن امانت باز داد. توتیان زان توتیان لرزید و پس افتاد و مرد و بگذشتش نفس. او شد پشیمان خواجه از گفتی خبر گفت رفتم در هلاکی جانور. این مگر خیش است با آن توتیک این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم چرا دادم پیام سوختم بیچاره را زین گفته هم. این زبان چون سنگ و هم آهنگ وش است وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آتش را مزن بر هر غلاف گه بر روی نقل و گه از روی لاف. کرد بازرگان تجارت را تمام باز آمد سوی منزل شادکام. هر غلام را بیاورد در مغان هر کنیزک را ببخشید آنشان. گفت توتی ارغوانی من بندکو آنچه دیدی آنچه گفتی بازگو. گفت نه من خود پشیمانم از این دست خود خایان و انگشتان گزان. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست این که خشم و غم را مقتضی است. گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان امتای تو شکایت اسپیری. خب بفرمایید. مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود. نبود دندان لابل چراغ تابان بود. سپید و سیم زده بود و دور و مرجان بود. ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت. چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود. نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز. چه بود من چه گویم قضای یزدان بود. برای کار میخوام شما رحمت. دولت بیگم نوردین هستم، خواننده صنف نهم مکتب تعلیمی پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر خورو. در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون دوم از یاد کردن آثار ادیبان کلاس اشتراک می نمایم. آفرین. چند غزل از یاد کردید؟ چند قصیده؟ چند ربایی؟ غزل 50 غزل 60 ربایی، زیاده از 60 ربایی، 22 بیتی، 170 مصرع از قصیده، 270 مصرع از داستان از یاد نمودم. میخواهم شعر ایجاد کرده خودم را که به ادیبان کلاسیکی بخشیدم برایتان پیشکش نمایم. نام تاجیک سربلند شد در جهان با ادیبانی کلاسیکی امان. سر شده از رودکی خوش زبان تا به خواجه حافظی شیرین کلام. با اولین داستانی زرهلین از قصیده های همرنگی همین. شده بود داستان سرایی بهترین گنجوی هم مثل فردوسی برین. ابن سینا شد طبیبی آن زمان ناصری خسرو گشت روی جهان. شد ربایی های عمری خیام به زوال گردیده دایم در جهان. نصیحت از عطار گوش کن از غزلیات سعدی این چنین. همزمان بهره بگیر از مثنوی دایما از مثنوی معنوی. زاکانی گفته است لطیفه ها شده بود استاد کمال غزل سرا جامی نوشت بهارستان به ما. باقی ماند 3 دانه مثنوی از بدردین. یکمین باشد صفات العاشقین.
مخفی شد شاعره اولین، بیدل بود بهترین روی زمین. بافنده بود شاعر نصفی، شاعر نام داشت میر سید علی. می خواند او علمهای فلسفی، خلاص این که بودند بزرگترین دانشمندهای روی زمین. از همین لحاظ چون من نوردین، روی کاغذ حرف زنم شاهین برین. از ادیبان کلاسیک همزمان، بهره برداشتم من در این ایام. آفرین، شعر خوب. یار گفت از غیر ما پوشا نظر، گفتم به چشم. وانگه دزدیده بر ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر یابی نشانی پای ما بر خاک راه، برفشان آنجا به دامنها گوهر، گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابانی غمم خواهی نهاد، تشنگی را مژده از ما ببر، گفتم به چشم. گفت اگر گردت لبت خشک از دل سوزان آه، باز می سازش چشم از دیده تر، گفتم به چشم. گفت اگر داری خیالی دور وصلی ما کمال، قعر این دریا بپیما سر به سر، گفتم به چشم. آفرین. تیر و تیغ است بر دل و جیگرم، غم و تیمار دختر و پسرم. هم بدین سان گدازدم شب و روز، غم و تیمار مادر و پدرم. جگرم پاره است و دل خسته، از غم و درد آن دل و جگرم. نه خبر می رسد مرا زیشان، نه بدیشان همی رسد خبرم. بازگشتم اسیر قلعه نای، سود کم کرد با قضا قدرم. کمری که تا نشست من است، بر میانی دو دشت شد کمرم. از ضعیفی و دست تنگی جای، نیست ممکن که پیرهن بدرم. از غم و درد چون گلی نرگس، روز و شب با سرشک تا سحرم. یا ز دیده ستاره می بارم، یا بدیده ستاره می شمرم. وین دلی من شده است بحر غمان، من چگونه ز دیده دور شمرم. گشت لاله ز خون دیده رخم، شد بنفشه ز زخم دست برم. همه احوال من دگرگون شد، راست گویی سکندری دگرم. که در این تیره روز و تاری جای، گوهری دیدگان همه سپرم. بیم کرده است درد دل امنم، زهر کرده است رنج تن شکرم. مهنتاگین شدم چنان که کنون، نکند هیچ شادی اثرم. ای فلک اشوه تو چند خرم، ای جهان اشوه تو چند کشم. کاش من جمله عیب داشتم، چو بلای جمله از هنرم. چقدر داستان اذیت کردید؟ داستان 270 مصرع. 270 مصرع. از کدام متفکران؟ داستان لیلی و مجنون، 7 پیکر نظامی گنجوی. در قصه شنیده ام که باره، بوده است به مرف تاجداره. در سلسله داشتی سگی چند، دیوانه فشو چو دیو در بند. هر یک به صلابتی گرازه، برده سری اشتر بگازه. شه چون شده از کسی برآزار، دادیش بدان سگان خونخوار. هر کس که ز شاه به امان بود، آوردن و خوردنش امان بود. بود از ندمای شه جوانی، در هر هنر تمام دانی. ترسید که شاهی آشناسیز، بیگانه شود برای یکی روز. آهوی ورا به سگ نماید، در پیش سگانش آزماید. از بیم سگان برفت پیشی، با سگبانان بکرد خویشی. هر روز شدی و گوسفندی، در مطرح آن سگان فکندی. چندان بنواختشان بدان سان، کان دشواری به او شد آسان. از منت دست زیر پایش، گشتند سگان مطیع راهش. روزی به طریق خشمناکی، شه دید در آن جوان خاکی. فرمود به سگدلان درگاه، تا پیش سگان برندش از راه. وان سگمنشان سگی نمودند، چون سگ به تبرکش ربودند.
بستند و بدان سگانش دادند، خود دور شدند و ایستادند. وان شیر سگانی آهنین چنگ، کردند نخست بر وی آهنگ. چون منعم خود شناختندش، دنباله کنان نواختندش. گردش همه دست بند بسته، سر بر سر دست ها نشسته. بودند بدای چدای دلسوز، تا رفت بدین یکی شبان روز. چون روز سپید روی بنمود، سیفور سیاه شد زرندود. شد شاه ز کار خود پشیمان، غمگین شد و گفت با ندیمان. کان آهوی بیگناه را دوش، دادم به سگ انتخاب خرگوش. بینید که آن سگان چی کردند، اندام میوه را چگونه خوردند. سگبان چو از این سخن شد آگاه، آمد بر شاه و گفت که ای شاه. او در دهنی سگان نشسته، دندان سگان به مهر بسته. شاه کرد شتاب تا شتابند، وان گم شده را مگر بیابند. خب برار کار داره جان رحمت. با آغاز همین محفل سلام باز میگویم. ز اوصاف سلام خود به هر آغاز میگویم. فروغ صبح دانایی و امر پیشوای خود، بسا مشهور عالم شد و را افراز میگویم. کمینه حبیب الله زاده حکمت الله هستم، زاده و استقامت کننده دیار زیبا منظری دروز. امروز در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمونه اول یعنی از بر کردن و خواندن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک میکنم. تا کنون زیاده از 100 غزل، 125 اثری بدیعی و از دیگر نوعهای شعری پوره به همین طلبات نظامنامه جوابگو از بر نمودم. خب از سعدی کنی غزل از یاد گویید. ساربان آهستران کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن. من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فیغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا. طاقت نمی آرم جفا کار از فیغانم می رود. اگر اجازت باشد یگان حکایت چنین گویند که در زمانهای قدیم در کدام یک مملکت همین نحس یعنی همین با مردم خیلی کمبغلی آمده بود و مردم برای همین جمع کردن پول و مال به نزد ثروتمندان می رفتند. در همین اثنا به نزد خانه یک ثروتمند رفتند که در همان مناطق از وی دیده همین ثروتمندتر کسی نبود. گویند وقتی به پشت در همان شخصیت رفتند دیدند که با غلام خویش برای یک دانیچه گوگرد به نهایت بحث و مناظره دارد و با او را همین سخنهای پندآمیز میگفته است. میگویند که همین شخصیت هایی که برای جمع کردن خیر به نزد او رفته بودند گفتند هرچه نباشه یک مرتبه تا همین جا که آمدیم یک مرتبه از همین خانه این شخص دیده میبریم و هنگامی که با او درباره خیر گفتند در حال 10,000 درهم نقد برآورده به آنها داد. یکی از آنها حیران شد و پرسید گفت چرا کنون برای همین یک دانیچه گوگرد تو با غلام خود اینقدر همین یعنی مباحثه داشته؟ گوید اگر همین هر روز یک دانیچه گوگرد اسراف کند من به شما از کجا میافتم که تا 10,000 درهم دهم؟ آفرین. راویان سخن چنین گویند که یک غلام عاشق همین ملکه پادشاه میگردد. در این اثنا او هر روز از همین پایان همین قصر شاه در میگذشت تا که همان ملکه را گاهی هم باشد با یک نظر ببیند. شاه همین چیز را پی میبرد و روز همان غلام را به نزد خود دعوت میکند و همان ملکه را نیز به نزدش دعوت میکند و میگوید تو چی خواهش داری، چی درخواست داری که هر روز از همین پایان قصر من میگذری؟ و هنگامی که میگوید که من به ملکه تو دل دادم و شاه ملکه را به نزدش میخواند میگوید ملکه تو در همین فکر همین درویش چی گفتنی؟ و هنگامی که درویش رو به ملکه میآورد میگوید ای آن که مرا دیده و دل منزل توست، حسن همه خوبان جهان حاصل توست. گر هست دلم مایل تو نیست عجب، سنگ است نه دل که مایل توست. شاه همین سخن را شنیده همان ملکه را به درویش تحفه میگرداند و یک ولایت را نیز در اختیار ایشان میدهد. گرت ذوق تعلم ای پسر در سر نمی باشد، تو را لوح و قلم و نزد پیر یاور نمی باشد.
کلید گنج قارون را کنند تسلیم در پیشت. دریغا این همه بر چشم تو گوهر نمی باشد. هنر فرزند علم است و علم تاج شاهنشاهی، و جز علم و هنر این دوره را خوبتر نمی باشد. آفرین پسر جان، خیلی خوب. از روی و تو معلوم شعرتون وزن قافیش هم خوب است. آفرین آفرین. ایجاد طبع شاعری هم دارید. برای کار. سلامت باشید.